خب مشکل شما چیه؟ دکتر صاحب مشکل اینه که من فکر میکنم هیچ مشکلی ندارم. منظور شما نفهمیدم. میگم دکتر صاحب مشکل اینه که من فکر میکنم هیچ مشکلی ندارم. هیچ. خب پس چه دکتر آمده؟ همین دیگه دکتر صاحب. شما رو به خدا چک کنم ببینم من چرا فکر میکنم که هیچ مشکلی ندارم. مگر مشکلی داره؟ نه دکتر صاحب. خب پس چی؟ شما به خدا من یک معاینه کاری بکنن ببینن چرا من خیال میکنم که هیچ مشکلی ندارم. بعدم من یک نسخه بدن که خوب باشه. یعنی وقتی میگیم فکر میکنیم که هیچ مشکلی نداره، منظور شما اینه که از نظر جسمی هیچ درد مشکلی چیزی نداره؟ هم از نظر جسمی هم از نظر روحی اصلا فکر میکنم هیچ مشکلی ندارم. یعنی از نظر روحی و روانی هم هیچ مشکل نداره؟ نه ندارم. خب برادر وقتی هیچ مشکل نداری پس چرا بیامدی دکتر؟ ما رو مسخره کردی؟ جناب دکتر صاحب شما اصلا متوجه هستین که من چی میگم؟ مثلا من احساس خوشبختی میکنم، باور شما میشه؟ خب احساس آرامش میکنم، خب احساس رفاه و آسایش میکنم. خب اصلا احساس میکنم که هیچ غم و غصه و درد و رنج ندارم. احساس سلامتی کامل میکنم. خب این که خیلی خوبه. مردم آرزو اینه که به چیزایی که شما دارین برسن. بعد شما اینا همه رو داریم اومدی پیش میگه ولی شما نسخه بنویسید. خب گپم اینه دکتر صاحب. یعنی اینایی که گفتم مگه به کشور پیدا میشه؟ مگه میشه شما همه اینا رو یکجا داشته باشین؟ نه والا راست نه. اصلا مگه به نظر شما این طبیعیه که یک نفر به کشور احساس خوشبختی بکنه؟ شما یک نفر سراغ داری اصلا؟ والا چیزه نه خدا این سراغ ندارم. اصلا مگه یک نفر پیدا میشه که احساس رفاه و آسایش و آرامش بکنه؟ نه. اصلا مگه شما کسی سراغ داری که هیچ غم و درد و استرس چیزی نداشته باشه؟ نه سراغ ندارم. خلاص دیگه همین من نگران کرده دکتر سه. اصلا من چیزایی که حالا احساس میکنم به زندگی تا حالا هیچ وقت احساس نکرده بودم. خیلی به من غیر طبیعیه. خب شما از چی وقت به این طرف این همه احساسای خوب داره؟ از دیشب بود دکتر سه. خیلی گشنه بودم. چیزی هم به خونه نبود که بخورم. بعد خوش شدم. از خواب که بیدار شدم احساس خوشبختی کردم. احساس رفاه و آسایش و آرامش کردم. نه غمه، نه درده، نه قصه، هیچ، نه استرس، هیچ. یعنی مثلا وقتی شما داخل کوچه بره ترس و استرس این نداریم که یک دزد میاد و موبایل شما رو بگیره؟ نه در ترس. هیچ استرس ندارم. نه استرس از دزد دارم، نه از انتحار و انفجار میترسم. هیچ استرس ندارم. خب این استرس گشنگی و فقر و بدبختی چی؟ اصلا خیالم نمیاد. هیچ. عجیبه والله. بله دکتر سه. عجیبه و خیلی هم عجیبه. به این کشور و این رقم احساسات شما به خدا دکتر سه من یک معاینه کاری بکنید ببینن من چی بلا زده که اینقدر خوشبخت. باش معاینه میکنم. نفس عمیق. آفرین. خب درست. فکر کنم که جواب معما شما رو پیدا کردم. راستی میگن دکتر سه؟ بله دقیقاً جواب معما شما رو پیدا کردم. حالا به شما نسخه نوشته میکنم مشکل شما حل میشه. خب مشکل به چیه دکتر سه؟ چیز خاصی نیه. فقط شما فوت کردی خود شما خبر نداری. همون دیشب که شما گشنه بودی و شما رو خواب برد و داخل خواب از گشنگی فوت کردی. واقعا بمردم. نه پس به زندگی او هم داخل این کشور این همه احساس خوشبختی و رفاه و آسایش و بی‌غم و درد و قصه مگر امکان داره؟ حالا اگه اسم خود بخونم به روی نسخه نوشته کنم. قاسم. خب شادروان قاسم جان خدا بیامرز. این هم نسخه شما. دکتر سه اگه بمردم پس چرا به من نسخه میدی؟ داخل این نسخه فقط یک عدد کفن نوشته کردم با کمی صدر